درود دوستان، امیدوارم حال همتون خوب باشه. وحید آریا هستم و توی این سری از ویدیوها میخوایم بریم به آموزش gRPC. سعی میکنم صفر تا صد هر آن چیزی که توی یه پروژه واقعی نیاز دارید از gRPC بدونید رو توی این ویدیو کاورش بکنم و بهتون بگم. سرفصل هایی که توی این دوره با هم مرور میکنیم، ابتدا یاد میگیریم که اصلا RPC چی هست. سپس میریم به سراغ تعریف gRPC تا ببینیم خود حالا gRPC چی هست، چه ارتباطی با RPC داره. سپس با یه فایل جدیدی با پاسوند پروتو آشنا میشیم که خیلی هم باهاش کار داریم. اگر هیچی ازش نمیدونید هم هیچ نگرانی نداشته باشید، تو این دوره کامل با هر آن چیزی که باید ازش آشنا میشید. سپس با هم یه API ساده از جنس gRPC پیاده سازی میکنیم. بعد از اون میریم به سراغ پستمن. به هر حال API که نوشتیم بعد یه جوری تستش بکنیم ببینیم مثلا کار میکنه یا نه دیگه. تستش رو با ابزار پستمن انجام میدیم. همینجا آشنا میشیم که متوجه میشیم که پستمن صرفا فقط برای تست REST API ها نیست، gRPC، چه میدونم، GraphQL و خیلی ابزارهای دیگه، وب ساکت، همه اینا رو ساپورت میکنه که البته ما اینجا با gRPCش کار داریم. سپس میریم کلاینتش رو، یه کلاینت gRPC رو خودمون پیاده میکنیم، یعنی به جای که دیگه با پستمن کالش کنیم پستمن میذاریم کنار، اصلا کلاینتش رو خودمون مینویسیم. بعد از اون برمیگردیم سراغ فایل پروتوه دیگه با جزئیات کامل، هر آن چیزی که دیگه باید واقعا ازش بدونیم رو اینجا مباحث تکمیلیش رو میگیم. و یکی از کانسرن‌های خیلی مهم توی API ها که اتنتیکیشن باشه رو فعال میکنیم و میبینیم که به چه شکل هست توی gRPC. و در نهایت یکی از مباحثی که من خیلی کم میبینم بهش پرداخته میشه، حالا الان افتاد پشت عکس خودم، gRPC استریم جز مباحثی هست که به هر حال جدیده با توجه به اینکه gRPC رو HTTP دو از استریمینگ ساپورت میکنه. اون رو هم یه صفر تا صدش رو با هم مرور میکنیم ببینیم به چه شکل هست، چه شکلی میتونیم باهاش کار بکنیم. برو بریم.